مدیر صاحب چه کار شدم یه عریضی من؟ کار شما میشه. دوستی خواهم اینجا بگذاریم یک ماه بعد بیام خبری بگیریم. آخه چرا یک ماه بعد یک امضای به کار داره مدیر صاحب؟ گپ شما درسته برادر، قانونه دیگه، کار نمیشه کرد. دست پا ما رو هم ببستن دیگه. سلام علیکم. مدیر صاحب یک امضای از شما بوموندم این امضا کنه خیر بینی که خلاص شده. همین دوسیه خب بگذاریم روی میده دوسیه یک ماه بعد شما خیر خبری بگیریم. چرا مدیر صاحب یک ماه بعد آخر سه کنه امضا شما مونده خلاص. همین که گفتم امضا ما یا امضا کس دیگه. کار زیاد داریم، کار روزانه ما هم هست دیگه. ما بیشتر از کار کردن نمیتونیم. شما یک ماه بعد شما خبری بگیریم. وقت ما رو هم نگیریم بیشتر دیگه. تو کجا میری؟ تو کار خلاص کن. راحتی خودت بخواه. تو این مرد کار پرمتی. میخوای که دوستی تو های محمد اینجا خواب بخورم؟ ها؟ تو پول بده. کار خلاص کن. انا مدیر صاحب. همین یک ماه بعد که گفتم همین یک ماه بعد. شما یک دفعه سعی کنید برکن. سیل میکنم، مشکل به سیل کردن نیه دیگه. تو چی میخوایی بکنی؟ ای فقط پول کم. تو میخوایی امضا کنی. آخه تو شب روز کار میکنی، زحمت میکشی تو. آخه تو به خاطر آلودای، به خاطر خانه تو باید پول زیادتر بگیری. پول زیادتر بگیری تو باید. کار شما میشه شدنی هست، منتها یک چند روز کار میبره. خوب کار زیاد داره، مگر دیگه همکارا و دوست رفقا هم بگم بیایم کتابا رو ورق بزنیم و تچک از بیرون کنیم. یعنی امروز نمیشه مدیر صاحب؟ دیگه 7-8 روز دیگه، نهایت 10 روز دیگه شما خبری بگیرید. کجا میری؟ میخوای که کارت در روز بتار بخورم؟ ولی یک روز خلاص کن. پول بده من راست میگم. زحمت میکشم. باید تو پول بدی. آخه راحتی خودم میخری تو. راحتی خودم میخری. باید پول بدی برش. بده پول بده کار تو زود خلاص شود. خدمت شما مدیر صاحب. بگیرید دیگه همین کار بکنی که برکن. همین خلاص شما سعی کنید. صحیح، شما یک نیم ساعت 2 ساعت دیگه خبر بگیریم با شما میشه. خیلی سعی مدیر صاحب دیگه ان شاء الله خلاصه دیگه. برای شما خداحافظ، شما هیچ مشکلی نداره. خدا شما بخیر. مبارک است بر شما لعنت الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند خداوند گیرنده و دهنده رشوت را از رحمت خود دور گرداند.